پس از انتقال نیمار به الهلال عربستان، فاش شد که او علاوه بر دستمزد نجومی چند خودروی گران قیمت هم از عربستانی‌ها دریافت کرده. اتفاقی که باعث شده کلکسیون ماشین‌های لاکچری فوق ستاره برزیلی کاملتر از گذشته شود. بریم که 5 تا از ماشین‌های نیمار رو با هم بررسی کنیم. شماره 5 بنتلی کانتیننتال. در زیر کاپوت بنتلی کانتیننتال GT مولینر W12 پیشرانه 6 لیتری 12 سیلندر قرار گرفته که 600 اسب بخار قدرت و 900 نیوتن متر گشتاور در اختیار این ماشین قرار می‌دهد. به لطف افزایش قدرت شده به 0 تا 100 کیلومتر در ساعت با 1/10 واحد کاهش یافته به 3.5 ثانیه رسیده، در حالی که حداکثر سرعت به 335 کیلومتر بر ساعت محدود شده. برای افزایش قابلیت مانورپذیری، سامانه فرمانپذیری برقی برای چهارچرخ در بنتلی کانتیننتال نصب شده است. علاوه بر این، دیفرانسیل لغزش محدود الکترونیکی با قابلیت تقسیم گشتاور و سامانه داینامیک راید تعلیق هم برای این کوپه لاکچری ساخته شده. شماره 4 استون مارتین. استون مارتین DBX یک خودروی SUV لوکس و عملکرد بالا است که توسط استون مارتین برند بریتانیایی معروف خودروسازی تولید می شود. این ماشین در سال 2020 معرفی شد و به عنوان اولین خودروی SUV در تاریخ استون مارتین به شمار می رود. DBX با توجه به طراحی زیبا و خطوط داینامیک، ارائه یک فضای داخلی فاخر و قدرتمند و قابلیت همراهی با رانندگی در تنوعی از شرایط جاده، یک انتخاب بی‌نظیر در دسته خودروهای SUV لوکس محسوب می شود. این ماشین با سیستم غلطک هوایی فشرده و سیستم کنترل تراکش قابل تنظیم، رانندگی پویا و استحکام را در مسیرهای مختلف فراهم می‌کند. همچنین دارای فضای داخلی فاخری است که با استفاده از مواد با کیفیت بالا و طراحی دقیق، راحتی و لوکسی را به سرنشینانش ارائه می‌دهد. شماره 1 یکی از ماشین‌هایی که فکرش هم نمی‌کنی تو کلکسیون ماشین‌های نیمار وجود داشته باشه. پس تا آخر ویدیو با من همراه باش تا ببینی شماره 1 کدوم یکی از اون ماشین‌های مد نظر توه. شماره 3 پورشه پانامرا. پانامرا یک اتفاق نو در بازار ماشین‌های لوکس ایران بود. فوق لوکس فوق اسپورتی که در کلاس فستبک‌ها یک ستاره بود. این ماشین آلمانی در مقابل خود تنها مرسدس بنز CLS را میدید. پانامرا سال 2009 به بازارهای جهانی معرفی و تقریبا همان ایام نیز وارد ایران شد. به نظر نمی‌رسد هنوز هم خودرویی در ایران موجود باشد که از نظر آپشن یارای برابری با ویرایش فول این پورشه را داشته باشد. نسل اول پانامرا از 2010 تا 2013 تقریبا در تمام مدل‌هایش به بازار ایران آمد. مدل‌های پایه‌ای این خودرو پیشرانه 6 سیلندر داشتند و دیفرانسیل عقب بودند، در حالی که پانامرا 4S از پیشرانه 8 سیلندر و پانامرا توربو از پیشرانه 8 سیلندر توربو مشابه کاین توربو بهره می‌برد. ضمن اینکه سیستم محرکه هر دو نیز از نوع 2 دیفرانسیل بود. حقیقت این است که این پورشه با قیمت کهکشانی‌اش هنوز هم مشتریان پر و پا قرصی دارد. شماره 2 آودی RS7. نسخه RS7 اسپورتبک جدید به پسوند پرفورمنس مزین شده است که نشان از ساختار ارتقا یافته و اسپورت‌تر این مدل در مقایسه با نسخه‌های معمولی تر دارد. نسخه پرفورمنس یا همان عملکرد محور RS7 از توربوشارژرهای بزرگتر بهره می‌گیرد که میزان فشار توربو در آن از 2.4 بار به 2.6 بار افزایش یافته است که منجر به ارتقای توان تا حدود 30 اسب بخار و ارتقای گشتاور تا 50 نیوتن متر در مقایسه با نسخه استاندارد این پیشرانه توربو تزریق مستقیم 14 لیتری V8 شده است. این تغییرات در عمل بهبود 0.2 ثانیه در شتابگیری اولیه از ایست کامل تا 100 کیلومتر را به ارمغان آورده است. شماره 1 آودی R8. آخرین سری آودی R8 V10 معرفی شد. خدافظی باشکوه ژرمن‌ها با موتور V10. آودی از مدل تولید محدود R8 V10 GT-RWD رونمایی کرد. این سوپر اتومبیل موتور وسط آخرین ماشین کمپانی با موتور 10 سیلندر است و خصوصیات به مراتب اسپورت‌تری نسبت به سایر اعضای خانواده خود دارد. موتور 5.2 لیتری 10 سیلندر و تنفس طبیعی R8 V10 GT-RWD توانایی تولید 620 اسب بخار قدرت و 565 نیوتن متر گشتاور را دارد. همانطور که از نام ماشین قابل حصر است، در این کوپه آتشین نیروی تولیدی موتور به چرخ‌های عقب منتقل می‌شود. این کار از طریق یک گیربکس 7 سرعته 2 کلاژه انجام می‌پذیرد. دوست داری بدونی ماشین‌های رونالدو کدوم ماشینان؟ ویدیوی بعدی رو از دست نده.